سعادت امیرشویeva اولین گنرالزن تاجیک که هنوز سال 1999 صاحب عنوان مشاور دولتی عدلیه درجه 3 شده بود، در مصاحبه اختصاصی با آزیا پلوس گفت ضد به خارجیان به شهر برآمدن دختران تاجیک است. به عقیده گنرال امیرشویeva زنان و دختران تاجیک به خاطر ثروت و پول شهر خارجی میکنند، ولی این برای آینده ملت خطرناک است. سعادت امیرشویeva که 68 سال دارد قبلا سردار ریاست عدلیه ولایت ختلان و وکیل پارلمان بود و بعد بازنشسته شدن همچون ادوکات فعالیت دارد. او در زمان در ولایت ختلان کار کردنش تا وقتی که در سر وظیفه هم به یگان نکاح زنان و دختران تاجیک با خطایی ها اجازت نمیدیم. من حالا هم ضد سفر کردن دختران تاجیک به خارجیان هستم. این کار به خاطر ثروت و مبلغ می شود، ولی برای آینده ملت خطرناک است. مثلا اگر امروز 100 دختر تاجیک سفر چینی کنند، فردا 100 فرزند چینی تولد می شود و انیق است که چینایی فرزندش را تاجیک نمیگذارند. معلوم می شود که در یک سال در تاجیکستان 100 چینی زیاد شد. بعد 50 سال در اینجا از تاجیک نام و نشان نمیماند. ما باید دخترانمان را درست تربیت کنیم که به چنین راهها نروند. دختران تاجیک شرف و ناموس مایند، گفته سعادت امیرشویeva در صحبت با آزیا پلوس. اما در پاسخ به آن سوال که چرا زمان وکیل مجلس نمایندگان بودنش پیشنهاد منع نکاح با خارجیان را به پارلمان پیشنهاد و قانونی نکرد، سعادت امیرشویeva اعتراف کرد که این پیشنهاد قبول نمیشد. اگر این پیشنهاد را به پارلمان منظور میکردم قبول نمیشد، چون که آن خلاف قانونهای بین المللی است. در قانونهای بین المللی آزادی نکاح بین مردم کفالت داده شده است. یکی دیگر از تشبس‌های پرسر و صدای دوران وکیلی سعادت امیرشویeva منع نکاح خویشاوتباری بود که یک قسم جامعه از آن پشتیبانی میکند ولی قسم دیگر تا حال ناراضی‌اند. بر اساس طرح نو کودکس اویلا و نکاح حالا در تاجیکستان نکاح با فرزندان عمک و عمه و خاله و تقا منع کرده شده است. سعادت امیرشویeva میگوید گذشت وقت نشان داد که منع نکاح خویشاوتباری تصمیم درست بود. سال 2012 بود و وقتی به شورای پارلمان پیشنهاد کردم و 2-3 نفر ضد برآمدند، ولی من پس نگشتم. با اشاره به بعضی آنها گفتم که این چیز بین منصبداران و ثروتمندان زیاد است و حالا برخی آنها شرم میکنند و میترسند که این مسئله قبول شود. به گذشته صلوات کسی دیگر آنها را گناهکار نمیکند. قانون قوه بازگشت ندارد، اما آینده ملت را باید نجات داد و طوری باید عمل کرد که تاجیک دیگر فرزند معیوب تولد نکند. در عکس حال فرزندان معیوب آنها به گردن دولت میافتد. بسیار تند رفته بودم و حتی ملاها به سر من خیستند. بعدا از جانب رئیس جمهور کشور امامعلی رحمان سپاری شد که در بین مردم کار کنید، پیشنهاد مردم را گوش کرده بعد قانون را قبول کنید. ما تجربه دیگر کشورها را در رابطه با این مسئله بررسی کردیم. باید پیش از همه آینده سالمی فرزندانمان را فکر کنیم، خوشبختی و تنسیتی فرزندانمان را فکر کنیم. یک فرزند معیوب تولد شود تمام عائله در غم و غصه میمانند. پیغمبرمان محمد هم میگوید که با بیگانگان خویش شوید تا قومتون زیاد شود. معلوم شد که حتی در ازبکستان همسایه چنین قانونی هست. بعد این معلوم کردیم که هنوز سال 1998 پیشوای اسماعیلان جهان آقا خانچار وقتی به ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف می‌آورد اهالی را نصیحت می‌کند که خویشاوتبار یکدیگر را نگیرید. واقعا بعد این در ولایت مختار کوهستان بدخشان نکاح‌های خویشاوتباری خیلی کم به نظر می‌رسد. سعادت امیرشویeva 2 نوامبر سال 1953 در دهه پرنک نویه خاولین به دنیا آمده. سال 1978 رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او سالهای 1972 75 نتاریوس دولتی اداره دوم نتریالی شهر دوشنبه و سپس به حیث سرنتاریوس در اداره یکم نتریالی شهر کولوب کار کرده. سالهای 1987 1993 سودیه سود خلقی شهر کولوب و سال 1993 تا 2008 سردار اداره عدلیه ولایت ختلان بود. از سال 2008 تا 2015 سعادت امیرشویeva وکیل مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان بود. فعلا در نفقه قرار داشته همچون ادوکات فعالیت میکند. 2 سال پیش او از جمله حمایت خواهرزادش دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژتیک و صنعت تاجیکستان شیراری گل را بر دوش گرفته بود.